سلام، این کیک سبز کیک اسفناجه. برای تهیه کیک اسفناج من از 600 گرم اسفناج استفاده کردم. اسفناج رو میتونین داخل مخلوط کن، غذاساز یا هر وسیله دیگه که میتونین خوردش کنین بریزین. من در 2 نوبت ریختم 600 گرمو. با این 600 گرم اسفناج 3 عدد تخم مرغ رو شکستم. البته این تمام اسفناج نیست و یه مقداری که مخلوط کردم اسفناج و تخم مرغ و بقیه اسفناج رو هم روش میریزم. حالا مخلوط کن رو روشن میکنم تا یه مقداری له بشن. حالا بقیه اسفناج رو هم داخل مخلوط کن ریختم. میتونین کاملا اونو به شکل پوره در بیارین یا اینکه یه مقداری مثل مایه کیک من توش ذره های اسفناج دیده بشه. خب حالا تخم مرغ خوب مخلوط شده با اسفناج و اسفناج هم خوب نرم شده. حالا اونو توی ظرف میریزم. ببخشین که از کنار لیوان ریخ، اما با این لیوان های دسته‌دار من 2 لیوان اسفناج به اضافه 3 عدد تخم مرغ دارم. 2 لیوان پر. بقیه اسفناج رو که پاک کنم از توی مخلوط کن کاملا 2 لیوان میشه. بعد حدود 1.5 پیمانه شکر میریزم روش. 1 قاشق چایخوری وانیل مایع یا نوک قاشق چایخوری وانیل شکری. با همون لیوان اندازه میگیرم. حدود 1/3 لیوان روغن میریزم روی مایع کیک. این کیک دیگه شیر نداره به دلیل اینکه اسفناج به اندازه کافی مایع کیک رو شل میکنه. خوب مایع رو هم میزنم. و بعد 3 پیمانه آرد رو در چند مرحله با الک روی مایع کیک الک میکنم. تو این مرحله هم میتونین از همزن برقی استفاده کنین هم از همزن دستی. 2 قاشق مرباخوری یا با قاشقای اندازه‌گیری 2 قاشق چایخوری روی اون بیکینگ پودر میریزم و باز مایع رو هم میزنم. همینطور که گفتم میتونین از همزن برقی هم استفاده کنین و مایع کیک رو هم بزنین یا اینکه با همزن دستی. حالا بقیه آرد رو میریزم. حتما آرد رو توی کیک ها الک کنین یا همون موقع یا از قبل الک کنین به دلیل اینکه آرد سبک میشه و این موجب پف بیشتر کیک میشه. توی قالبی که مناسب اندازه مایع کیکمون هست کفش رو چرب کردم و بعد مایع کیک رو توی اون خالی میکنم. چند تا ضربه میزنم که هوای داخل اون خارج بشه و اونو توی فری که از قبل روشن کردم با 180 درجه سانتیگراد برای مدت 35 الی 45 دقیقه میذارم تا بپزه. کیکمون آماده شده. کیک اسفناج یک کیک خوشمزه و پرخاصیت. البته اگر بتونین از شکر کمتری استفاده کنین یا شکر قهوه‌ای خیلی بهتره. دوستان عزیز، اگر دوست داشتین این ویدیو رو لایک کنین و با دوستانتون به اشتراک بذارین. کامنت فراموش نشه. خدا نگهدارتون.